درباره میپی واقعا من راه یگانه و در همین ایام در همین دوره در تأسیس یک گردهمایی سراسری در تمام تاجیکستان میبینم و باید هر یکی ما داریم که گردهمایی کردن گناه نیست. گردهمایی این حقوق هر یک انسان است و من باوری دارم که تمام کشورهای دنیا تمام جامعه بین‌المللی ما را پشتیبانی میکنند و انشاءالله من آرزو میکنم که در صف شما در اون میدان آزادی دوشنبه باشم و در صف شما همون چی میگن گیمن آزادیه، یشت آزادیه، سرود آزادیه همراه شما خوانم. من میخوام که در اون گردهمایی ما هم از خوابی گران خیلی سراییم. من میخواهم که در تمام تاجیکستان صدای شریفی همه شما شنیده شود و به همه شما کامیابی آرزو میکنم و برای ما در پس نمازهایتان دعا کنید، دعا بفرستید که به مقصد رسیم، به منزل مراد رسیم، تاجیکستان از رحمان آزاد کنیم و در دوشنبه جمع آییم تا دیدار در دوشنبه، تا دیدار در میدان آزادی، تا دیدار در تاجیکستان آزاد. من به همه دوستان رهبر، به همه برادرانی که در گوشه های گوناگون دنیا هستند سلام میرسانم و دانید که ما همیشه در پهلوی شما هستیم. ما بغیر از خدا از هیچ کس ترسی نداریم. ما میدانیم که دوستای ما، برادرای عزیز ما در تمام تاجیکستان بیدار شدند. این بیداری به همه ما مبارک باد. این مژدگانی به همه ما مبارک باد. خدا ما را توفیق دهد و زودتر باشد که به دیدار همدیگر رسیم. دیگر خدا حافظ تا وقوعهای آینده، تا ملاقاتهای آینده همیشه با شما، همیشه در صف شما. من جنرال شما نیستم، من یک عسکر قطاری شما هستم. با احترام دادو جان یعقوب الله.